هموطنان عزیز، با کمال افتخار شما و تمام مردم سربلند کشور را به مناسبت 34مین سالگرد استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان تبریک میگویم. استقلالیت بزرگترین دستاورد تاریخی ملت ما بوده، رمز آزادی، وحدت و پیشرفت دولتمان است. بگذار این روز مبارک هر سال با صلح، آرامی، سعادت و شکوفایی وطن عزیزمان تجلی گردد. برایتان تندرستی، بخت و اقبال و کامیابی های نو آرزو می نمایم. زنده باد تاجیکستان صاحب استقلال. با احترام، ام خوجه. دوستو، این یک متن سخن تبریکاتی بود. من میخواستم که طول همین چند سال از با عبدالغفور هر دو ما همکاری میکنیم، برای دوستو نوارها میگیریم تا اینکه دهقانا از اصول پرورش خربزه و اینچنین دیگر نمود فایده هایی که از طرف با عبدالغفور مصلحت مفید میشد، خواستم با هم تمام مردم تاجیکستان، تاجیکان دنیا را با فرارسی 34مین سالگرد استقلالیت تبریک و تهنیت گویم و برایشان خوشی های زندگی را خواهان باشیم. و حاضر سخن تبریکی را با بابای عبدالغفور میتونم، چون طول چند سال است که شما بابای عبدالغفور را و این کانال ما رو پیگیری میکنید، از فرصت مناسب استفاده برده و شما تبریک و تهنیت میگویم. سلام علیکم مخلصان عزیز، مخلصان کانال بابای محمد جان. امروز روز 9 سپتامبر است. رادرا ما روز دیگه کنیسپک هم تبریک میکنم. خیلی یگون چی از یادم کرده دیگه نه، هم خیلی دوست خواهم میکنم تمام مردم جمهوری تاجیکستان رو بروز استقلالیت تبریک و تهنیت گفته. در کارهای همشون برباریا آرزومندم. من همچون یک دهقان شکر میکنم که هم خیلی کشور وطن دارم. امسال وطنم یک وطن آسایشته، آسمان صاف و بغبار، تینجی امونی، همینش برای من بس است. برای من شکر میکنم صد بار که هم خیلی کشور، هم خیلی وطن، هم خیلی باید دارم جامعه. با دختان رحمت میخوام آخرین تربیزی گیگانت خودم رو با همین چیگم همین بهترین نوار بردار کی بلاگری ما بابای محمد جان همین گیگانت خودم رو تبریک پدرخ کنم از روز 9 استقلالیت. من برادرها گیگانت آخرش تمام زنده باشه. گیگانت خدا خواهد 2026 میبینه ان شاء الله. دوستو، خدا یار و مددگار الهیم همیشه دولت ما تنج و آرام و آسایشته باشد، آسمانش صاف و بی‌غبار، مردمش سیر و پر، تنج امانی و آسایشتگی باشه. خدا یار و مددگار. چمپیون 2025 زنده باشه بابای عبدالغفور.